به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود حضور همکاران گرامی مرکز خبرنگاران افغانستان و اشتراک کنندگان نشست امروزی. جا داره که در نخست از راه اندازی چنین برنامه های قدردانی و استقبال کنیم. من نسرین سعیدی هستم و حدود 6 سال است که در رسانه های مختلف و ویژه رادیو سرحد در غور کار میکنم و تمرکز ما بیشتر بر گزارش است که صدای محروم مردم و ویژه زنان کودکان در افغانستان بازداد میده. گزارشی که باعث شده من در کنار 4 خبرنگار دیگه به عنوان خبرنگار سال 1403 انتخاب شوم، گزارشی است که درباره کودکایی که به دلیل فقر شدید خانوادهشان مجبور شدن که اونا را به ازدواج زیر سن بدن. انگیزی ما برای تهیه گزارش دیدن وضعیت دشوار دخترایی بود که به جای رفتن به مکتب در سنین بسیار پایین همسر و مادر می شدن. برای تهیه گزارش ما با خانواده ها، فعالان حقوق بشر، همراه خود دخترها و حتی با برخی از مسئولان محلی در خود ولایت غور مصاحبه کردم که تهیه گزارش بر ما آنقدر ساده نبود، به خاطر از اینکه صحبت درباره چنین موضوعات در جامعه ما با چالش‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی امنیتی همراه می باشه. و در این گزارش همکارای دیگر ما در رادیو سرحد نیز همراه همکاری کردن که جا داره که در اینجا از اونا هم قدردانی کنم و ازشان تشکری داشته باشم. زمانی که این گزارش در وبسایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی پخش شد، در کنار واکنش مسئولان مورد استقبال مردم هم قرار گرفت، به ویژه مورد استقبال خانواده قرار گرفت که با فقر تنگدستی پنجه نرم میکردن. نهادهای دولتی و مؤسساتی که در بخش حمایت از کودکان کار میکنن برنامه آگاهی دهی بیشتر در مورد خطرات ازدواج زیر سن برگزار کردن و همچنان ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر نیز اعلان کرد که دهها پرونده ازدواج زیر سن فیصله کردن و یک زندگی مسئول را برای دخترایی که در معرض خطر ازدواج بودن فراهم کردن و همچنان علما در خطبه های نماز جمعهشان در مورد پیامدهای بعد ازدواج‌های زیر سن و فروش دختران صحبت کردند. بدون شک من باور دارم که خبرنگاری فقط گزارش دادن نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است و ما خبرنگاران میتونیم که با کارهای ما، با گزارشاتی که تهیه میکنیم و با کارهایی که انجام میدیم تغییر هرچند کوچک را در زندگی مردم به وجود بیاریم که در این راه ما تا فعلا تلاش کردیم و در آینده نیز تلاش خواهد کردیم. و همچنان در اخیرم بازم از هیئت داوران و مرکز خبرنگاران افغانستان برای افتخار بزرگ صمیمانه سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که روز برسه که هیچ کودک قربانی فقر و بی‌عدالتی نباشه.